وقتی که هر روز از تلویزیون، از رادیو، از روزنامه ها میخونن که انا جناب این اولی این کرد و آن کرد و فلان و بسمدان، یک گروه مردم گمراه باور میکنن. ولی شما باور کنید، من یک بار دیگر به شما میگویم که من نام این کشور رو نمیگویم. یکی از سفارت‌های کشورهای اروپایی در تاجیکستان به طور رسمی اپروس، یعنی به مردم مراجعت کرده بودند و فهمیده بودند که مناسبت مردم تاجیکستان به حکومت چگونه است. موافق همون اپروچی که گذارنده بودند، یعنی پرسشی که گذارنده بودند، 75% مردم تاجیکستان به ضد رحمانوف رأی دادند. این یگان جای چی ندارد، پوشیدگی ندارد. این یک. دوم درباره اون که بعضی مردم این گپای بسیار میشن که مردم خواب است. ولی وقتی که 20 سال مردم به همین مثل نارکوتیک هر روز به سر مردم بار میکنن که همین رحمانوف دیگه یک گروه مردم به این باور دارد. ولی شما چیز دیگه به تاریخ انقلاب‌های جهانی دیگری تمام انقلاب‌ها رو از 5 یا تا 7% مردم میکنن. از 5 تا 7% اینجا نیست. و برای همین ما باید از هموطنان خودمون، از همشهرهای خودمون باید که خفه نشویم، محزون نباشیم از این فعال نبودن آنها. یکی شما امروز ببینید که چقدر مردم بیدار شدن دارد، چقدر مژده آزادی از همه جا میرسد. و باز یک بار دیگر تاکید میکنم که هر یک شما باید دانسته باشید که هر روز از روز سفید طرفدارای ما زیاد میشود. من با سری بلند گفته میتوانم که بغیر از خانواده رحمانوف، بغیر از یک گروهی که در همین حکومت کار میکنند و یک گروهی که از همین حکومت فایده میبرند و یک گروه نرکوبران ها، دیگر یگان کس از رحمانوف پشتیبانی نمیکند. یگان نفر و اون نفری هم که پشتیبانی میکند و همدردی بیان میکنم و یک بدبخت است، یک من نمیدونم و یک شاید اصلا آدم گفتن همین شخصی که پشتیبان رحمانوف باشد این نادرست است. و ببینید حتی مثلا یگان نفر من میگم که از رحمانوف آشکارا پشتیبانی کنند، مردم شرم میکنن از نام رحمانوف گرفتن. مردم میدونن که دیگر تمام این کشتی رحمانوف غرق میشود، کشتی رحمانوف تمام جاش سوراخ است. اینا دیگر یگان خدا، یگان من نمیدونم کشتیبان نمیتونه که به ساحل برد.